چون اول خوی نمی کدام موضوع را که شما انتخاب کردین که فرق بین اسلام شما و اسلام مولاها چیست؟ اسلام ما و اسلام مولاها یک اسلام است. اسلام کدام دو اسلام نیست، ولی در نظر و تشریع و شریعت و قوانینی که اسلام داده در بیانش و در فهمش مولاها مختلف باشه که مختلف نظر داشته باشه و ما انسان ها مختلف نظر داشته باشیم، ولی دین یا اسلام هم یک اسلامی است. و دیگه ای که من یک دو سوال دارم که در گفتگو متوجه به یک سوالی یا حرفی کاوش شدم که گفت که در قرآن یا در جنت خداوند فقط همون چیزها را ذکر کرده که یعنی عرب کتش یا خو چی بود بلد بود یا خواهش ازی بود. من این سوال در باره ازی دارم که خداوند چی رقم بیان میکرد امی جنت؟ یعنی در قرآن برش میگفت که در جنت باید آیفون موبایل میتون یا مثلا فراری موتر برد میتون، چی رقم بیان برش میکرد؟ چون چیزی را که او میفهمید خواهمو را باید بیان بکنه که او بفهمنی برای فهم مردم یک چیز را بیان میکرد. به خاطر همو چیزها را ذکر کرده. این چیز را کاوش چی رقم میبینه؟ همین چیزی که گفت. سوالش گرفتین کاوش جان یا سوالتان بست؟ من میرم چی کنم بست؟ درود بر شما، خوش آمدین. خوب شد که اقرار کردین که اسلام شما با اسلام مولاها یکی است، اما توضیحش فرق میکنه. پس اینجا من فکر میکنم که مولا بر شما حجیت داره. چرا؟ چون مولا عالم دینتان است و شما عالم دین نیستین که توضیح مولا را بیاین رد کنین. مولا میدانه، توضیح شما را میتونه رد کنه، شما نمیتونین توضیح مولا را رد کنین. یک نفر اسپم کرده مو را بالا بیار لطفا عزیزم. خب حالا حرف اینجا هست، سوالی که شما کردین، من تمنا ندارم در بهشت آیفون باشه. لالا آیفون چی کنم؟ من تمنا ندارم، مثلا من نیاز به بهشت ندارم، اما اگر قرار باشه خدای مبادله کنه توی چیز که من این چیز میدم، دکان داشتی که دین نیست، خدای رقم مگر معامله میکنه. خدا معامله‌گر نباید باشه. اصلا معامله به نام بهشت، معامله به نام بهشت ثابت میکنه که خدای در کار نیست. بابا در این دین نه، خدا این کتاب را نفرستاده. خدا مگر معامله میکنه؟ من برای جان دادم تو عبادت کو، باز من تو را بهشت میبرم. من برای جان دادم تو با من کفر ورزیدی، تو را در میتم. بچه همسایه که نیست، خداست. پس خود وجود بهشت برای من ناموجه است. خود وجود بهشت برای انسان عاقل باید ناموجه باشه. چرا باید ناموجه باشه؟ خدا بی نیاز است؟ بله. ما را آفرید نیازش بود؟ نه خیر. من نیاز داشتم مرا بیافرینه؟ نه خیر. کلش رایگان بازی است. بعد میگه بر من عبادت کو. تو که بی نیاز بودی. میگه عبادت به خاطر خودت بکو. نه من عبادت نیاز ندارم، تشکر. نه خیر، جهنم روانت میکنه. کاوش جان این که خدا بلی من حرفت شنیدم. شما چی نظر دارین یا چی احساس درباره جنت و دوزخ دارین؟ درباره از او سوال من نبود. شما یک نقد دین را کردین یا سر قرآن یک نقد کردین که همو چیزها را ذکر میکنه، چیزی را که مثلا مردم عرب یا کدش بلد بود یا دوست داشت، امور چرا ذکر کرده تو یک تنقید سرش کردی. به خاطر من این سوال را کردم که چیزی را که عرب ها میفهمه باید امو بارش واضح شوه. اگر امروز برای ما یک چیزی بیان شوه که ما او را هیچ اصلا نمیفهمم، چی رقم باز میتونم که او را مثلا برای ما ذکر شوه، مثال داده شوه، ما او را خود به یک نتیجه برسانم. و این که من گفتم که امی موردی که در بهشت، در روایات، در احادیث و در قرآن آمده، اینا خواسته های ذهن یک مرد هوسران زمان محمد ابن عبدالله بوده، نه یک مرد عادی. یک مرد عادی نمیخواه همزمان با 70 تا دختر مثلا لج بخوابه،
نمیخواد. چی او خب بیانی تو کده بود نه که این دنیا یک امتحانی است که انسان تزکیه نفس خدا بکنه. خدا یا پیغمبر یا اسلام خو این اصلا چرا 70 تا لالا، اصلا چرا 70 تا باید باشه؟ چرا یک تا نمیشه؟ یک چیز اجازه بدین کوش جان، من می حرف خدا پورا کنم. خداوند اینمی چی را ایدئولوژی یا اینمی فکر پیش کده و همو چی را گفته. تعلیمات اسلام ایره میگه که یعنی یک زندگی بعدن به وجود می آید که او زندگی ابدی است. یعنی انسان یعنی مرگ خودش میموره دو جهان و به انسان یک زندگی همیشگی داده می شود. اینجا یک سوال دارم، اگر وقت دارین شما اجازه بدین. شما باز سیکو ما اگر این دنیای زندگی رو ببینم، تمام جستجو، تمام کاوش های زندگی ما کتیمر تمام میشه، از بین میره، هیچ چیز نمیمونه. قبل از اینکه به سوالتان برسیم، به مبحث دوم برسیم، مبحث رو ببندیم یا فراموشش کنیم یا ببندیمش دیگه، یا بگیم نمیکنیم در اون مورد بعد. حالا از اون مبحث بریم به یک مبحث دیگه. خوب ببین نتیجه ما. ببینید اونا یک چیز جدید جواب امتحان میگیم، درست است؟ ببینید امتحان چقدر یک چیز بیهوده است در دین شما. به طور مثال آیا الله خالق ما به دید شما، از دیدگاه شما میدانسته که در سال به طور مثال 2013 من اسلام ترک میکنم؟ میدانسته؟ میدانست. بله میدانسته. امتحان پس چی است از من؟ امتحان به خاطر ای است که سکو اگر ای تو باشنی که یک استاد بیاید در صنف یک بچه را بگه تو اول نمره شدی. مغالطه است عزیز من، جلوگیری کنید لطفا. چی مغالطه است؟ یک چیز را بیان میکنم. شما نمیخواین که یک چیز را درست بفهمید و دیگه انسان را هیچ اجازه نمیدین که حرف خود پورا کنه. شما با زندگی چی مقصد داری؟ هیچ مقصد نداری. مثل که یک دیگه حیواناتی است. یک نظر دوست عزیز، مایک تبک صدای ما در برنامه است. بله است. خب مایکشون بسیار نزدیک دهن. با مغالطه که از جواب نمیدن. استاد کلاس با خدا مقایسه میکنی، کافر میشی. لالا این چی مقایسه است؟ حال میتون بیادر مثال میتون. مثالت اشتباه است. مثال اشتباه. تو خوش هستی که تو بدون امتحان در دوزخ بری اومد جنت. وطندار موازی بحث نکن، بگذار صحبت یک نفر تمام شود، بعد از اون صحبت به حرف ما جواب نمیده. چیزی که در قلب و در ذهنش هست امور بیان میکنه. باشین کوژان یک لحظه. آیا خدا نتایج کار میدانست؟ نتایج کار میدانست و ما کتی کوش گفتگو میکردم اقبال. بگذار یک دقیقه این گفتگو نمیشه، یک دفعه خودت میپری دفاعی از او میکنی. خب تو نمیگذاری که امروز صحبت کنه. آیا خدا میدانست؟ او بیادر او جواب نمیده، برید به حرف ما جواب نمیده، فقط آمده میگه دین را نقد میکنه. گوش کن وطن داره. خوب باشه بد باشه فقط نقد میکنم. اگه یک بار دیگه مایک زدی پایان میفرستمت. آیا ببین سوال بسیار ساده است. آیا خدا میدانست که امروز اقبال میآید دینش نقد میکنه؟ آیا نتیجه این کار خدا میدانست یا نه؟ بله میدانست. خیلی پس خدا مشکل روانی داره که پس میدانست یک چیزی راست کرده که دین خودش خیلی استاد هم مشکل روانی داره که امتحان میکنه استاد که وقتی میفهمه کدوم یکیش زیاد قابل است کدوم یکیش تنبل است چرا امتحان میکنه او؟ یک لحظه خدا نتیجه هر چیز یک سلسله یک اصول داره. ببین دوست عزیز، یک دقیقه مایک بند کن. خدا نتیجه کار نمیدانست، خداوند نتیجه کار میدانه. خداوند میدانست که امروز در این تاریخ امروز در سال 2020 یک دفعه میگی که میدانست، یک دفعه میگی نمیدانست. این خو بزرگوار به من مثال دادی بین استاد و خدا. اقبال شما مثل دیگه حیوانات هیچ مقصدی ندارین در دنیا، فقط آمدین میخورین و میمورین و ما انسان ها. ببین سر مقصد بگذار، ما مثل شما واری سر مقصد بگذار دوست عزیز. ما سر علم ابدی خدا صحبت میکنیم. آیا خدا میدانست که مدینش نقد میکنین؟ گفتی بله. پس که میدانست این خدا مشکل روانی داره به خاطر از این چیزی را هست کرده که مدینش امروز میایم نقد میکنم. اون معلم اراده و اختیار داره. اون معلمه که تو مقایسه میکنی، اون معلمه که تو مقایسه میکنی، اون نتیجه کارا نمیدانست. اگر اون نتیجه رو میدانست، اگر نتیجه رو میدونست امتحان شاگردای خود را نمیگیره. بزرگوار اینجا باید بفهمی، یا است که میفهمی یا است که خدا کوچی اصلا چپ میزنی. بسیار واضح فصیح است. از این که واضح صنف دو بچه صنف دو هم میدانه. فهمیدی؟ های چیزا سه استقبال و اجازه میدی. یک ای است که او میدونست یا نمیدونست، یک دیگه موضوع است. این که چرا امتحان را گرفت یک دیگه موضوع میشه.
بدون امتحان گرفتن برای یک نفر نتیجه داده شود، این ظلم است، این ناانصافی است. نتیجه شما این کار ببین نتیجه شما نتا ما سوال بسیار ساده بود سر علم ابدی خدا صحبت کردیم. ما گفتم آیا خدا میدونست که ما امروز نشانت میکنیم؟ گفتی بله. پس آیا اگر تو خدا باشی چیزی را هست میکنی که بیا در مقابل در آینده بخیزه؟ شما چی مقصد دارین به این زندگی؟ چی مقصدی میتین؟ هر مقصد یک چیز داریم در زبان پشتو میگه چی شی غواړي؟ خب چی شی غواړي؟ وستم تا ته وایم وطن داره چی شی غواړي؟ خب نی طرفم میرم بگاب نیستی، اون طرفم میرم بگاب نیستی. خب هموطن عزیز، این هدف ما چی است، مقصد ما چی است؟ شما سر علم ابدی صحبت کردیم، موضوع تاپیک برنامه چیزی دیگه بود. خب یک ذره ما دیدیم در چندین لایف خودت آمدی و سوالایتم خیلی متضاد یکی دیگه است. به هر حال